سرخط خبرها تمدید مهلت حبس پیشکی 12 حکمرانبر حادثه کراکوس. صدمه مرگبار با برخوردن 7 ماشین در خراسان. مقامات حادثه را شرح دادند. بازداشت یک زن با گمان دلگی. مقامات 2 نفر را برای اعلان‌های بردروغ در سامانتیجه و مردم فریبی دستگیر کردند و سرازیر شدن یک کشتی تفریحی یا زورق در کوی جوانان دوشنبه 1 نفر غرق شده به هلاکت رسید. سلام بینندگان عزیز، در نشر نوبتی برنامه 97 روز از استودیوی RTJ مهمترین خبر و رویدادهای هفته آخر تاجیکستان را منظور شما می‌گردانیم. در استودیو با شما هستم دیوکی سعید. شروع از 16 آگوست مهلت حبس 12 نفر که به گفته مقامات روسیه به طور گوناگون در حادثه کراکوس دست دارند دراز کرده شد. 11 نفر آنها زاده و شهروند تاجیکستانند و 1 نفر آن علیشیر قاسیموف زاده قرقیزستان است. 16 آگوست در یک مرافعه پوشیده در سوی ناحیه بسمانی مسکو مهلت حبس پیشکی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، مراد علی رجبالی زاده، شمس‌الدین فریدون تا 22 نوامبر دراز کرده شد. مقامات روسیه آنها را گمانبران اساسی حمله به کراکوس می‌دانند. پس از 3 روز مهلت حبس 4 گمانبر دیگر لطف‌الله نظریمت، قربانوف جمعخان، یوسفزاده یعقوبجان، شریفزاده محمد تا 22 نوامبر سال 2024 دراز کرده شد. اینچنین مهلت حبس اسرائیل اسلاموف همراه 2 پسرش امینجان اسلاموف و دلوار اسلاموف و علیشیر قاسیموف زاده قرقیزستان نیز تا 22 نوامبر سال 2024 دراز گردید. یادآور میشم که 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرتی کراکوسیتی خالی مسکو حمله تروریستی صورت گرفت که در نتیجه 144 نفر به هلاکت رسیده بیش از 500 نفر جراحت برداشتند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان صدمه نقلیاتی 18 آگوست در ناحیه خراسان رخ داده را شرح داد. طبق اطلاع این نهاد حادثه 18 آگوست سال 2024 راننده автомашine بارکش تمغه هینوک یک ساکن 33 ساله ناحیه وخش اداره می‌کرد در راه دوشنبه باختر مرکزی ناحیه خراسان در نتیجه از کار ماندن ترمز از عهده اداره نمودن آن نبرآمده است که در نتیجه به چند ماشین برخورده است. در نتیجه این صدمه مدهش که 7 автомашine به هم برخوردند، 1 نفر به هلاکت رسیده، 11 نفر دیگر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. خودی راننده جراحت‌های وزین برداشته در بیمارخانه بستری شده است. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در 6 ماه اول سال 2024 539 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 236 نفر به هلاکت رسیده، 570 نفر جراحت برداشتند. مقامات میلیسیا یک جوانزن 25 ساله ساکن ناحیه دیوشتیچ را با گمان دلگی دستگیر کردند. زن یک مرد 27 ساله و یک زن 31 ساله را برای علاقه جنسی نمودن شناس کرده همچون مکافات 800 سامانه گرفته است. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. در خبری که در سامانه وزارت نشر شده است گفته می شود که نسبت گمانبر شونده با قسم 1 ماده 239 کودکس جنایتی دلگی پرونده باز شده تفتیشات ادامه دارد. این بند قانونگذاری از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حساب‌ها، یک نشان دهنده برای حساب‌ها 72 سامانی یعنی از 72000 تا 144000 سامانی جریمه یا محروم ساختن از آزادی به مدت تا 5 سال جزا معین کرده است. کارمندان میلیسیای دوشنبه 2 نفر را برای اعلان‌های بردروغ در سامانتیجه دستگیر کردند. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می‌دهد که گمانبران با بهانه به اجاره دادن منزل استقامتی در سامانه سامانتیجه اعلان بردروغ گذاشته مبلغ آنها را از آن خود کردند. معین شده است که گمانبران زن و شوهر بوده با مقصد مردم فریبی رسم‌های منزل استقامتی را از اینترنت گرفته در سامانه سامانتیجه اعلان‌های بردروغ گذاشتند. گفته می شود گمانبران با این طرز بیش از 15 نفر را فریب داده مبلغ‌های آنها را از آن خود کردند. مقامات میگویند تفتیش حادثه ادامه دارد. در پی سرازیر شدن یک کشتی تفریحی یا زورق در کوی جوانان یک جوانی 26 ساله به هلاکت رسید. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان 22 آگوست خبر داد که حادثه شب 21 آگوست ساعت 23:37 رخ داد. یک گروه 7 نفره جوانان سوار کشتی تفریحی در کوی جوانان سرگرم سیر بودند. کارتر را با سرعت خیلی بلند می‌رانند و هنگام گردش این کشتی تفریحی موازنت را گم کرده چپ گردان شد و سرنشینان آن همگی زیر آب
рафтан омадааст. дар хабар кормандони тарабхонаи Латина Душанбе ки дар назди кӯли мазкур ҷойгир аст 6 нафарро наҷот доданд. як сокини 26 солаи шаҳри Душанбе ғарқ шуда ба ҳалокат расид. тибқи иттилои расмӣ давоми 6 моҳи соли равон дар Тоҷикистон 86 нафар бар асари ғарқшавӣ ба ҳалокат расиданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 ҳолат зиёд аст. Рустам Назарзода, раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон 31 июл зимни нишасти матбуотии ниҳод изҳори нигаронӣ намуд ки сарфи назар аз рейдҳои мунтазам вохӯриҳо шаҳрвандони кишвар дар обҳо ғарқ мешаванд ва ба ҳалокат мерасанд. бинандаи азиз, ин барномаи навиди 7 рӯз буд. муҳимтарин хабарҳо рӯйдодҳои ҳафтаи охири Тоҷикистонро бо сарфи ками вақт аз сомонаи Моёр Тиҷей ва саҳифаи он дар Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ВКонтакте пайгирӣ намоед. хайр.